من شوپیسر یگانم را از خداوند کریم چون پدرانه، چون مادرانه، چون شاعرانه میگویم فرزندم بخت بینی الها، فرزندم الها تخت بینی الها، فرزندم فرزندای سالین بینی الها. آمین آمین میکنم از نام خداوند کریم، خداوند پاک. فرزندم را ایمانی مستحکم خداوند نصیبش کنم، کلینک زیبام را ایمانی مستحکم، فیض برکت با پای قدم باشم. به هر دو شما بخت میخواهم، جگربندانی یک دانه مادر. واقعا مادر عزیز اشک مریضان که دل ما طاقت دیدن دیده های گریان را ندارد. دل تا گنج مهر و وفاست که برای این فرزند جگربندت هدیه‌اش کردی. همین است زمانی که امروز شاهنشاهی نازنین ما در دوران جوانی خیش بر کمال شاهنشاهی خیش رسید. من خواهش میکنم که شما تنها همین صحنه را پیشاتا نکنید و همین نواربرداری امکان دهید که صحنه زیبا را دلارا جشن گرفته باشم. براتون میگم که برای جوان عکسبردار لحظه ها رو ثبت کن، شوخی ها و بازی ها و خنده ها رو ثبت کن. پس پنهانی بیرام شخصانی که برای گرانیسه گذاشتن گرانیسه باورینو میگفت مرحمت اکای بخه که طول چندین سال رکلامش میکنیم تا این روزا یگان شکایت شدگی نیست. هر ویدیو پس اچوتی که مردم میره میاد در کانال میروپرو در ویدیو گذاشته میشود. مرحمت رقمو در روی اکران زنگ زنین، اکای بخه اینو میروپرو سلام رسونین، حتما با شما سکیت که کرده میشود. ماشینای کامفورت نیست، زمانویه. شخصانی که بلیط خریداری میکردن با تمام دنیا یک شرکتی باورنو که برای شما توصیه میتونم، مو تراول. این برادرمون در مسکو در چندین شهرهای دیگه‌اش فیلیالی اویاکاس افچک شدگی که میتونه که رفته ای نزدیک بلیط خریداری نماید، یا شخصانی که میخوان که با طرز آنلاینی هم رقم‌ها هست مراجعت کنید، خوبتر میفهموند بلیط ها با تمام روی دنیا ای همه اویاکاس‌ها ارزان‌تر. نیمای جان تو اوچا اوچای جان گردی دامانی تو خسته لخت نمیگویی و از تو با میراجی سرانجام این نفس به ته اوچهکی خوشبوی من این جهان تنگتر از حجم قفس. اوچا قربان تو نیمای جان تو اوچا اوچای جان گردی دامانی تو مخیر و شدامانی تو یک کارت بها، اوچا چشمانی تو یک خانه شراب التجا میکنم میوای خدا، سایه غم بسری اوچا نیار اوچا قربانی تو نیمه جانی تو اوچا اوچا جان گردی دامانی تو قربانی مادرم، قربانی افایی دادن والو که امروز واقعا بینید چقدر زیبا شده از بیروزانی ما. من خواهش میکردم که امروز من همین صحنه زیبا دامادی ارفان بیروزان رو به نزد مادر گرامی دعوت کرده باشم که واقعا زحمت مادر برای تربیت فرزند بنهایت زیاد است. با چند لحظه که در این روموی کوتاه، در این لحظه های خاطرمان، در این لحظه های جاودانه که امروز با حسرت می‌نگرد بر بیروز جان و تمنیات میکند که خدا که بچه من شاه بچه نازنین من پیوسته و در بسته خدمت ما را کرده باشد. منم خواهش میکنم که با این صحنه آمده باشد دامادی ارجمند ما و پهلوی مادر خویش، چون که بیروز ما تنها میگفت که بچه وقتی که من به دنیا آمدم تو مرا دیدن تمام غم و غصه دنیا از سرم دور شد. تو مرا دیدن از دو چشمان سیاه اشک مثل باران می‌ریخت. من همان اشک‌ها را می‌دیدم بچه جان، اما زبان نداشتم که برایت بگویم گریه مکن، آخر من صحت و سلامت به دنیا آمدم. وقتی که بیروز جان در گهواره با صدای بلند گریه میکرد، تو دوان به سویش آمده سرود الله میخواندی. آه همون صدای شیرین نداشت جان. وقتی که کلان شد آهسته آهسته از دستانش گرفته بود جانب مکتبش برده و که بیروز جان نازنین ما خانه و صاحب پیشه گردد. وقتی که از مکتب برمیگشت از دروازه خانه میدرآمد تو آغوشت را میگشادی و با آغوشت میدرآمد و میگفت آه بچه جان همون بویهای شیرینت خودت نخوردی و این نازنین را خوراندی.
خودت نپوشیدی و این شاه بچه را پوشاندی و از هیچ کس کمش نکرده به وی رساندی. این قدر نازنین هستی، این قدر مهربان هستی. واقعا آشی عزیز میگوید که دوست ندارم. همین است. مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت، یا داشت آگاهی زی پر و بالی خشلی. میل جدا شدن زی من و لیک از پدر نداشت. بیروز میگوید که در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک آخر جیبی من از زر نداشت. زر یافتم به دوران جوانی و آن زمان جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت. آچه فرشته بود، به خدا فرشته بود، هر تا به گوش بال و پر اگر نداشت. واقعا مادرای ما فرشته‌اند. صدقه خدوای هر یکتان. من امروز با صداقت با رفاقت این مادرای زیبا رو میگم که من صدقه روی مال سفید دادم، من صدقه شیشتن تگی بید دادم. داری بدیلت هزار ارمان زیاد، من صدقه خلق پر امید دادم. در چهره تا همیشگی نور بینم، در غم از در شما دور بینم. آه آچه نازنینی غمخوار عزیز، بدخواهی ترا خدا که من پر بینم. از شعر خدا همیشه پندم داده، از مهر زیاد آشی خجندم داده. میگوید من یک فرزنده که نازنین خود را همیشه با مهر محبت پندم داده. میگم آچه جان در پیش در شادی خطارک باشد، تو مار سرت ناس و تبارک باشد. از صدق به تو میگم پی گلدانوانو، این توی جگربند یگانه و نازنین و مهربانت بیروز جان مبارک باشد. هر نفری که من خواهش میکنم مادر خویش از صدقاً دوست میدارم، به خاطر همه مادرای ما کفی تاجیکانه میزند. دنیا بفهمد مادرای ما خرسندی دارند، شادی دارند، طرب دارند. من مادر عزیز نزد همه شما سر تعظیم فرود میارم. بی‌بها هستید، قیمت هستید، مهربان هستید. امروز واقعا هم اپای عزیزی ما که شادی دارد، خرسندی دارد، تنها از این نامش میگم به بیروزانی عزیزی ما که تو را تبریک میگویم به تویت رسیدم بر چنین روزی نکوید. تو چون عالی های حسنی در این شهر، دل رویت پرستاب و پرستان. همه پیوند یاران با حواسا نگه سازم بسویت. نگاهشان هستم خواهش میکنم همه مادر عزیزی ما کنار شاهنشاه رفته و این عزای خرسندی رو با هم دیگر جشن گرفته باشد. کمتوگای بردوام شما و خاطر شاهنشاه رو در رسیدی داریم. اشتقی شوره سوری سعادت و در ساشکی احساس بخششای قسمت بده است. در جوانی عشق و در دولت این دنیا نبود این همه بیدانت